سلام، به روز چهارم از تمرین خوش اومدید. بین روزهای چهارم تا ششم سعی میکنیم از غذاهایی که دارای چربی سالم هستن استفاده بکنیم و مراقب آبرسانی به بدنمون هم باشیم. بدنمون رو هیدراته نگه داریم. چیزایی که میتونیم مصرف بکنیم شامل روغنگی، آووکادو، خشکبار و برای آبرسانی هم از دمنوش‌های گیاهی گرم و آب در دمای اتاق استفاده خواهیم کرد. اگر آماده این بریم تمرین فیزیک روز چهارم رو شروع کنیم. به پشتتون با آهستگی بخوابین، زانوهاتون رو به طرفین باز کنین، کف پاها رو به همدیگه بچسبونین، دستاتون رو میتونین کنار بدنتون قرار بدین و یا روی شکم و قفسه سینه قرار بدین. یکم تو این حالت آروم بگیرین و کم کم تنفستون رو عمیق‌تر کنین. دم بگیرین و شکمتون رو از هوا پر بکنین و با هر بازدم خودتون رو روی متن رهاتر قرار بدین. پاهاتون رو برگردونین وسط، پای چنبو دراز کنین و زانوی پای راست رو بغل کنین. پاتون رو پوینت کنین و کم کم شروع کنین با مچ پاتون دایره بکشین. حالا در جهت مخالف شروع کنین پاتون رو از مچ بچرخونین. حالا جای پاهاتون رو عوض بکنین. پای راست صاف و کشیده، زانوی چپ رو بغل کنین و شروع کنین مچ پاتون رو بچرخونین. حالا در جهت عکس مجدداً مچ پا رو هم بچرخونین. هر دو زانوتون رو بغل بکنین و به سمت قفسه سینه‌تون بکشین. یه چند دقیقه اینجا باشین، اجازه بدین که کمرتون رها و راحت روی مت قرار بگیره. پشت همسترینگتون رو بگیرین، تاپ بخورین بیاین بالا و به حالت تیبل تاپ در بیارین. شونه ها و مچ دستاتون رو با هم دیگه هماهنگ بکنین، پاهام زیر لگن قرار میگیره و بعد پای راستتون رو خم بکنین بیارین کنار و پشت مچ دست راستتون خودتون رو به حالت صاف و کشیده قرار بدین. حواستون باشه که پای چپ در امتداد لگن چپ میره عقب و اگر لگن راستتون روی زمین نمیشینه میتونین از یک حوله رول شده یا یه آجر یوگا کمک بگیرین تا بتونین راحت‌تر روش بشینین.
جاتون رو پیدا کنین، یه دم عمیق بگیرین و با بازدم با دستاتون به سمت جلو قدم بزنین و قفسه سینه‌تون رو به زمین نزدیک کنین. دستاتون رو میتونین جلوتون بکشین و یا اینی که با دستاتون یه حالت بالش درست بکنین، پیشونیتون رو بزنین روش. بعد با یه دم هر دو دستتون رو قدم بزنین به سمت چپ و سمت راست بدنتون رو بکشین. پیشونیتون روی زمین قرار بدین و راحت تنفس کنین. اگه فکر میکنین دلتون میخواد حرکت رو عمیق‌تر بکنید، با دستاتون یکم بیشتر به سمت چپ قدم بزنین و کشش رو عمیق‌تر کنین. در همون حالت که خم هستین قدم بزنید و به سمت مرکز برگردین. بعد با آهستگی با کمک دستاتون برگردین بشینین بالا و به حالت تیبل تاپ برگردین. حالا این حرکت رو کبوتر خوابیده رو برای سمت دیگه انجام میدیم. این بار زانوی چپ رو پشت و بغل مچ دست چپ میاریم. پای راست رو بکشین به سمت عقب، دم بگیرین و با بازدم به سمت جلو خم بشین. در همون حالتی که خوابیدین با دستاتون به سمت راست قدم بزنین و کشش رو توی لگن چپتون حس بکنین. نگاه کنین ببینین آیا جا داره که این کشش رو عمیق‌تر بکنین. اگه آره، با دستاتون یکم به سمت راست بیشتر قدم بزنین و کشش رو عمیق‌تر کنین. در همون حالت خوابیده با دستاتون قدم بزنین برگردین مرکز و به آهستگی با کمک دستاتون به حالت نشسته در بیاین. پای راستتون رو بیارین جلو و بعد به آرومی با زانوی خم به پشتتون بخوابین. حالا پاهاتون رو بیارین بالا، زانوهاتون رو بیشتر از
قفسه سینه‌تون باز بکنین. با دستاتون میتونین کف پاهاتون، مچ پاهاتون و یا ساق پاهاتون رو بگیرین. مطمئن باشین که پاهاتون عمود بر زمینه و کل پشت کمرتون روی زمین راحت قرار گرفته. پاهاتون رو رها بکنین و بعد مچ پای راست رو رد بکنین از روی رون چپ و بالای زانوی چپتون قرار بدین. با دستاتون پشت همسترینگ چپ رو بگیرین و هر دو پا رو در حالت فلکس قرار بدین. سعی کنین کم کم زانوها رو به سمت قفسه سینه نزدیک بکنین. اگر مشکل زانو دارین و براتون این حرکت یکم سخته، میتونین فقط مرحله اولش رو انجام بدین و دیگه با دستاتون زانوها رو به سمت قفسه سینه نکشین. فقط کشش رو توی لگنتون حس کنین. حالا سمت دیگر رو امتحان بکنین. مچ پای چپ رو بالای زانوی راست قرار بدین و هر دو پا فراموش نکنین که فلکس باشه. بعد پاها رو به سمت قفسه سینه بکشین. اجازه بدین که شونه ها فشار چندانی توش نباشه، رها باشه. توجهتون رو متمرکز کنین روی تنفستون و از کشش توی لگنتون لذت ببرین.
پاهاتون رو باز بکنین و بعد زانوهاتون رو بگیرین و بعد به سمت قفسه سینه‌تون فشار بدین. یک دم عمیق بگیرین و با بازدم بریم توی شواسانا. پاها رو دراز بکنین اندازه عرض مد، مچ پاها به بیرون بچرخه، دستها کنار بدن قرار بگیره و کف دستها به سمت سقف. و با بازدم بعدی اگر راحت هستین چشمهاتون رو ببندین و شروع کنین به اسکن کردن بدن.